احتمالاً همتون شخصیت بدخلق داستان هفت کوتوله ها رو میشناسید. به نظر میرسه تمامی هفت کوتوله به جز یکی از اونها همیشه شادن. اون کسی نیست جز گرامپی. طبق نظریه گرامپی همیشه کوتوله بدخلق نبوده و اون بعد از دست دادن شریک زندگیش بدخلق شده. برنامه تلویزیونی روزی روزگاری یک جرم هم به این تئوری پرداخته است و گرامپی رو کوتوله‌ای به نام دریمی میشناسند که بعد از اینکه میفهمه نمیتواند پری به نام نووا را به دست بیاورد بدخلق میشه. اونایی که قبل میدونستن لایک ویدیو رو بزنن. حالا من یه سوال از شما دارم. اگه متوجه بشی سیاره زمین تا 24 ساعت آینده قرار نابود بشه و همه انسان ها میمیرن، آخرین کاری که میکنی چیه؟ اونو برام کامنت کن.